سلام دوستان، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیو کانال منه و قبل از شروع اولین ویدیو خواستم یه توضیحی راجع به این که قراره تو این کانال چه کاری بکنیم با هم دیگه صحبت کنیم. به طور کلی بخوام بگم ماهیت کلی این کانال ولاگ هست. یعنی چی؟ یعنی ما این که خواهیم با هم دیگه بریم جاهای دیدنی، تفریحی، گردشگری و جاهایی که از نظر خودمون جالبه، میریم اونجا رو با هم دیگه میبینیم و با هم دیگه به اشتراک میذاریم. و کنار این ولاگ هامون قراره کلی چالش های مختلف و هیجان انگیز برگزار کنیم که ببینیم میتونیم آیا اونها رو انجام بدیم یا انجام ندیم. و اینکه ماهیت کلی همین بود. گفتم قبل از شروع اولین ویدیو راجبش صحبت کنیم و اگر به اینجور ویدیوها علاقه دارید ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و بریم که بهتری کنیم. برای اولین ویدیومون اینجا پایانه جوانمرده، بریم سوار مترو بشیم که بریم در ادامه همراه ما باشید. همونجوری که تو ادامه میبینید اومدیم امامزاده صالح، بازار تجریش و اینکه خیلی شلوغه. من به زور تونستم فیلم بگیرم و اینم همه کلیشه. بازاری همینجا بشکنم ببر بیاد شبر و کلیه بندان تمام باشن فلفل شیرین خب ما همچنان منتظر جناب حضرت رسان و عباس حاجی سیامی عزیزمون هستیم که انشاءالله تشریف فرما میشن و در خدمتشون خواهیم بود و انشاءالله از سخنانشون استفاده خواهیم کرد. دعای کمیل دل شب ما رو عزیز گرانقدر و خوش‌صدا و خوشنوا انشاءالله قرائت خواهند کرد
آقای دکتر محمدزاده عزیز انشاءالله تشریف فرما میشن و دیگه نوا و این صدای آقای دکتر محمدزاده عزیز بالاخره زبانزد خاص و عام هست، انشاءالله تشریف فرما میشن و دعای کمد رو بلافاصله پس از نماز عشا خواهند خواند. عزیزانمون که فرصت دارن